چند روز پیش من این ویدیو گذاشتم آموزش ساخت بلاک آب در ماینکرافت بدون مد و مد واقعی، یعنی بدون مد. خب من حالا جلوی خودتون انجام میدم. خب من وارد ماینکرافت شدم، کرای نیو ورد رو میذارم که بفهمید بدون مده. خب بعد من کریتیو رو میزنم، بعد سعی میام وارد من میشم. خب من اینجا میام که نکنم هیچ مودی فعال نکردم. خب ببینید تو قسمت ریسورس پک مودی اینجا فعال نیست و باید حتما تو ریسورس پک و بیبی پک دوتاشون باشه. خب الان ببینید این وسط آبو که میذاریم بعدش اینو میذاریم و ببینید چه واقعی گفتم.